آرکاداشی، نیما شریفم خوش اومدید به یکی دیگه از ولاگایمون. خدا بس دیگه. امروز میخوایم بریم با هم دیگه یه چالش فوق العاده قشنگ برگزار کنیم به همراه ایشون. این وضعیت درست نیست آقا. آقای هر چی میگه دروغ میگه. من میگم سابسکرایبش نکنید. اشتباهه. بلاکش کنید. نه. این زندگی دیگه کلا به درد نمیخوره. برو کام شو بابا. به همراه آرش. جمع از خنده درد. دوستان هستن توی استخر میبینید مشاهده میکنید. کره داریم، زغال داریم. چی میگی؟ لایک، کامنت، سابسکرایب یادتونه. تموم شد. درود به مرامت، درود به عظمتت، درود به هم بزرگیت. هر چیزی که میگن درست میگن و حتما این مسئله رو رعایت کنید. میخوام بریم لانگ بیچ. کی گفت؟ لانگ بیچ. خدایا شکر ای خدا. نه شاید هم لانگ بیچ. آره لانگ بیچ. میخوام بریم لانگ بیچ براتون یه ولاگ خنده‌دار بگیریم. خوبه. یه چالش گروهی داریم انشالله که بتونیم این چالش رو خیلی قشنگ و روون ایزی تمومش کنیم. منتظر بقیه ویدیوهامون باشید به زودی. بریم که داشته باشیم. راستی یه چیزی بگم که لایک، سابسکرایب، کامنت انگلیسی بذارین، ثوابتون نپره. همینطوری میریم جلو. چش. آقا میخوای بخندونی؟ بله. بیا پیش علی. چش. از زنا فینالیستا اینجا مشخصن دیگه. برو بزن پات بیاد بابا. بنگ سن. زبان تازه یاد گرفتی؟ شما حرفی گفته ای چیزی نداره. حرفونو تو زمین میزنیم. آقا این درست خدایی. آقا قرار بر این شد نریم لانگ بیچ. No God please no no. میریم تو یکی از همین مجموعه سزار، یه جایی از همین مجموعه سزار. اونجا ویدیو رو براتون میگیرم. امیدوارم که لذت ببرید. با من همراه باشید. حالا معلوم بشه تخم سگ. مرحبا آرکاداشی، نیما شریفم. خوش اومدید بچه‌ها. اینجا ما الان هستیم با تعداد کثیری از دوستان که یکی خودشون رو معرفی میکنن. اینجا هستیم با ایلیا هستم، متولد ولش کن دیگه نمیگم. برو بیا پایین زندگی کن. آرش. بنده اصل هستم. خوشگلم اومد. سام هستم با طعم لیمو. مهدی هستم. علی. کیه؟ علیه. بله همونطوری که دیدید با 4-5 نمک اینجا هستیم. لیمو. خندم کنی. اومدیم اینجا که نخندیم، نیومدیم اینجا که بخندیم. بله. جریان از این قراره که آقا هر کسی یه صدایی در میاره و هر کسی بخنده خودش میره بیرون دیگه. اینجا مشخص میشه که کی به کیه و چه جوریه. اول از همه هم شروع میکنیم با عسل خانم. خود خره. Can I give you somebody higher? خیلی بیشوره. Can somebody give me higher? وای دهنت چه میزن. آقا همه با هم خندیدید. بابا علی همه داری؟ بچه آرش رو از دست دادیم. توف. جمع از خنده درد. همین؟ آره. Yummy kudasai. Meow. Meow. میاو. بریم سوگلجه. عیزا باقی هستن گردم کلفت مرشم هستم. میاو. نه او چیز دیگه بود. خیلی اوضاع خیته. زهر مار آرش. دوباره این اومد تو خونه. باختی؟ چرا میای گفت؟ چه ربطی داره؟ هنگام شنا مثل دست و پا چلفتی
به پا به مسیر دهن کوسه نیفتی. الان نیما میخنده. ای تخم داشتن. حرفم میتونیم بزنیم جمله یک کلمه بگید یا یک کلمه لبخند مجاز. میشه یه جمله گفت یه مرده میره میخوره به نرد تو رو خدا بخ نه فهم میره فقط خورد به نرده نه مشکل نداره آجی میکروفون گرفت آها خواستم چی بگم. که خارش میکنه خودش سفارش میکنه. نه گم خورن اونا. یه چیز خیلی خنده‌دار میخوام بگم. قیافه آرش. جمع از خنده تک. نیما برو دیروز بیا. کی گفت؟ برو دیروز بیا. چش. این وضعیت زشته، کثیفه، مستهجنه. تو ماشاءالله اینجا یه باغ وحشی داریم. یکی بوزه یکی گوساله است. بیا بیرون. علی اینا زودتر میخندیدیم. عمو الان منم نه استغفر الله. چرا نمیخندی؟ دلم شکوند. خب به انم Stop it. خنده نیست؟ نه. بلی. تموم شد. چی میگی؟ خیلی تاثیرگذار بود. واقعا منم چیزی به ذهنم نمیرسه. آقا من نخندید. سامو بنداز بیرون. 3-4 بار داد. دست میکنم تو حلقه مثل جوراب برات میگردونم. برو بیرون باقی. هل تتكلم اللغات العربية؟ حبیبی come to Dubai. چش. این دوا میزنه میشناسم. Can somebody give me اجماعاً صلوات؟ یکم زیادی فیلمو جدی نگرفتی؟ آروم باش شل باش عرق داری میکنی. صدا گوسفند رو یادم رفت. گوسفند چی میگفت؟ خود خره. این باز بود. خیلی خوب در میاری. بیا آرش داره میترکه نگاه. ایوان. یه لحظه اینجوری. رو چه صفا رو گرفتم. آه تعلیه. من حرفی ندارم. بابا تو 20 ساله داره میچرخه میگه حرفی ندارم. تو این چی نمیگی برام میکشی واسه. آ گود تر هو. من خودم داشت میترکیدم. آقا میشه همدیگه رو نگاه کنیم سعی کنیم من و این نمیخندیم. واسه چی؟ آقا آرش به عنوان جوکر وارد میشه. نه بگی دستت. بیا بگش دست آقا مونده. دستشوی اینجا نزدیک نیست. نه خیر. یه شیک بزن من 200 تا بهت میدم. 300 تا 400 تا 500 تا. فکر کنم زامبی اینان پوفیوز منم. زهرمون. آقا ماشاءالله. برنده چالش هستن. برای گور میاد. آقا آقا مهدی خودت خندیدی بسام. ها؟ اولین نفر رفته الان ایلیا با مجازات بده به نفر اولی که رفته بیرون. آرش بیا برو گاش اینجا. الان مجازاتشو بگم. نفر اول آقا ایلیا هستن که مدال طلامو نمیدی؟ میتونی بهش مجازات بدی. آرش بیاین هم فکری کنیم چون من چیز به ذهنم نمیاد. مجازات بدیم. نه فقط نفر هم فکری یک. برو بزن پات بیاد بابا. آقا این وسط لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. درود به مرام. میخوای بری وسط لوکا یکم داد و بیداد کنی بیای؟ برو صدا برو وسط لوکا صدا گاو در بیا این رفتی؟ وای تو چقدر چیزی باشه حالا بچه رفت وسط لوکا صدا گاو در بیاره. الان من چیکار کنم؟ قراره آرش مجازاتش اینه که صدای گاو در بیاره وسط لوکا. اینجا هم لوکا صدای گاو در بیاره.
Emotional damage. یه دونه دیگه تک صدا. You are animal. این بود از ولاگ امروزمون. اگر دوست داشتید حال کردید برام لایک کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. لطفا انرژی بدید که این روزا خیلی به انرژیتون احتیاج دارم، نیاز دارم و واقعا مادر خوبی داری. نیاز دارم به همچین چیز. دمتون گرم که هستید. مرسی که نگاه کردید. فعلا